тоҷикистон мисли тамоми кишварҳои ҷаҳон аллакай ба зуҳуроти манфии тағйирёбии иқлим аз ҷумла обшавии пиряхҳо, коҳиши маҷрои об дар дарёҳо, хушксолиҳои пайдарпай ва офатҳои табиӣ дучор шудааст. тоҷикистон яке аз кишварҳои осебпазир аст. сабаби ин вобастагии зиёди кишоварзӣ аз боришот дар мавсими обёрӣ, сатҳи баланди таназзули муҳити зист, эрозияи замин, камшавии ҷангалҳо ва иқтидори пасти мутобиқшавии аҳолӣ мебошад. با مقصد کاهش دادن آسیب‌پذیری جماعت‌ها و تغییریابی اقلیم، مرکز اکولوژی جوانان چنین روشی را پیش می‌برد که در آن فعالیت‌های مطابق‌شوی از جانب خود جماعت‌ها راهبری کرده می‌شوند و نقشه‌های مطابق‌شوی و خواجگی آسیب‌پذیر و زنان دهات نگرانده شده‌اند. خانواده‌هایی که عهده‌داری آن بر دوش زنان است بیشتر در بین کاندیداتان دهات وامی‌خوانند و بیشتر وقتی که زنها امکانیت مبارزه با تاثیر منفی اقلیم را ندارند. با مقصد مبارزه بردن با تأثیر منفی تغییریابی اقلیم، مرکز اکولوژی جوانان فعالیت‌های زیرین را پیش می‌برد. بهر بلند برداشتن سطح آگاهی مردم، ترینینگ‌ها می‌گذراند، با جماعت‌ها در گذراندن خودبهادی‌های خطرهای اقلیمی و آسیب‌پذیری کمک می‌رساند، به تهیه و تطبیق نقشه‌های عمل برای مطابق‌شوی با تغییریابی اقلیم مساعدت می‌کند. ما با کمک مرکز اکولوژی جوانان در دهه‌مان ارزیابی خطرها و تهدیدهای اقلیم را گذراندیم و نقشه چاره‌بینی‌ها را به مبارزه با تغییریابی اقلیم ترتیب دادیم. این نقشه به ما کمک می‌کند تا یکجای خواجگی‌هامان را حفظ کنیم. مرکز اکولوژی جوانان و جماعت‌ها در عملی نمودن چنین تدبیرهای مطابق‌شوی از قبیل جمع‌آوری آب از بام‌ها، آبیاری قطرگی، صرفه آب، نصب نسازها، بلند برداشتن حاصلخیزی زمین و غیره کمک می‌رساند. در برابر این ما به زنان دهات دقت مخصوص می‌دهیم تا آنها این تکنولوژی را در کار خود در خانه یا باغ استفاده برند. با یاری مرکز اکولوژی ما در خانه‌های خود برای استفاده بردن آب‌هایمان بشکه‌های ذخیره می‌کنیم از آب‌های باران. از سبب خشکی چشمه‌های ما آب نداریم، از اصول‌های این بشکه‌ها پر می‌کنیم، با اصول قطرگی استفاده می‌بریم و در چیزی خواجگی خود استفاده می‌بریم این آب‌ها را. ما نقش زنان دهات را در روند مطابق‌شوی با تغییریابی اقلیم بلند می‌برداریم. آنها حالا در بهادی‌های خطرها و نقشه‌گیری و تطبیق تکنولوژی‌ها فعالانه اشتراک می‌کنند. کار ما به زنانی که پیشتر از قبول قرار در مسئله‌های اکولوژی در کنار مانده بودند امکان می‌دهد که همکنون خودشان نقشه‌های اکولوژی‌شان را پیشنهاد و در عمل تطبیق کنند.